سوال 21 رو با هم بررسی کنیم. در اثر تجزیه 10 گرم پتاسیم پرمنگنات ناخالص جرم جامد باقی مانده برابر 9.84 گرم است، با فرض آن که ناخالصه در واکنش شرکت نکرده باشند درصد خلوص پتاسیم پرمنگنات کدام است؟ خب بچه‌ها، ما برای اینکه این مسئله رو بتونیم حل کنیم، جرم جامد باقی مانده چیا هست؟ یکیش ناخالصیای خود همون پرمنگنات، K2-4 دومین جامد و MnO2 سومین جامد. ظاهرا ما باید 3 تا جامد اینجا حساب بکنیم، با هم جمع بکنیم که 9.84 رو برابر اونها قرار بدیم و بعد بفهمیم که چقدر درصد خلوص داشتیم. خب این خیلی کار طولانیه. ما قبلا یک نکته‌ای رو با هم مرور کردیم و اینجا میتونیم از قانون بقای جرم استفاده کنیم. یعنی چی؟ مگه پتاسیم پرمنگنات 10 گرم نبوده و الان جرم جامد باقی مانده شده 9.84؟ خب این چه معنی میتونه داشته باشه؟ معنیش اینه که یه 16 صدم این وسط نیست. این 16 صدم کجا رفته؟ مگه ما نمیگیم جرم واکنش و فردا با هم برابره؟ احتمالاً درست حدس زدیم. 16 صدم گرم بابت چیه؟ اکسیژنه. پس انگار به ما گفتن که مقدار اکسیژن 16 صدمه و الان دیگه خیلی راحت میتونیم مسئله رو حل بکنیم. بنابراین اونایی که درگیر توی مسئله هستن چیا شدن؟ شد 2 تا KMnO4 و اینجام که O2 رو به ما داده. پس این 2 تا انگار درگیر شدن. حالا MnO4 KMnO4 بر حسب چیه؟ گرم هست. پس میشه ضریب ضرب در جرم مولیش. بیا جرم مولی رو با هم حساب بکنیم. K که 39 Mn 55 خواهد بود و O هم 16. 4 تا 16 تا میشه 64 تا. خب من یه دونه از این کم بکنم بشه 63، یه دونه اضافه کنم که بشه چقدر؟ 40. اگر موافق باشید ما دیگه جمع رو انجام بدیم. این 5 رو میخوام به این اضافه کنم که بشه 68، اینا میشه 50. 40 با 50 میشه 90. 90 با 60 150 با 8 میشه 158. اینجا چی؟ اینجا هم که گرمه دیگه، پس ضریب ضرب جرم مولیش اینجا داریم و اینجا گفته 10 گرم با خلوص x درصد میخوام به دست بیاریم و اینجا 1.16 صدم گرم به ما اکسیژن داده بود. خب گفتم این 16 صدم کجا به دست آوردیم؟ 10 گرم کلش بوده، الان شده 9.84 مقدار جامد من و فکر میکنم دیگه خیلی راحت بتونیم به مقصودمون برسیم. اینجا الان 10 ضرب در x صدم ضرب در 32 برابر میشه با 2 ضرب در 158 ضرب در 16 صدم. خب 2 تا 16 تا میشه 32 تا. یه صدم اینجا با این صد میره، فقط x هست، یه 10 میره پایین دیگه، برای ما میشه 15.8 و اینجا گزینه 2 میبینیم که گزینه درست بوده. چون راجع به شیوه‌های حل دیگه مفصل قبلا صحبت کردیم، من خیلی وقتمون رو بابت شیوه حل نمیگیرم، فقط بدونیم که اینقدر راحت میشه این مسائل رو حل کرد. سوال 22 میگه اگر از تجزیه مقداری سدیم هیدروژن کربنات با خلوص 84% به میزان 50% جرم جامد برجام ماده بازم بشه 33.8 گرم. خب اینجا مقدار اولی سدیم هیدروژن کربنات چند گرم بوده؟ بازم تاکید میکنم این موضوع رو که اگر ما بخوایم واقعا جامد رو حساب کنیم NaOH مقدار ناخالصی داشته، تازه همش هم وارد واکنش نشده، اون رو باید حساب بکنیم. Na2CO هم حساب کنیم. خب خیلی کار پیچیده و سختیه، ولی اگر از گاز ما استفاده بکنیم خیلی خوب اینجا ما میتونیم بهتر عمل بکنیم. الان اینجا یه مقداری سدیم هیدروژن کربنات داشتیم، آخر سر جرم جامد باقی مانده شده 33.8 و این مقدار اگه از x کم بشه مقدار گازیه که اینجا تولید شده. پس بنابراین کدوم‌ها درگیرن الان برای ما تو این مسئله؟ ما 2 تا NaHCO3 خواهیم داشت و با CO2 و H2 گاز اینجا ما کار داریم. خب الان بریم ببینیم که هر کدوم بر حسب چی هست دیگه. NaHCO3 بچه‌ها مقدارش x گرم بوده که میخوایم به دست بیاریم. یه مقدار اولیه چقدر بوده و اینجا 2 تا خب CO3 یادمون هست که 60 بود، با یک میشه 61 با 23 میشه 84 و اینجا درصد خلوص رو به ما داده 84% و به میزان 50% هم اینجا داره خب تجزیه میشه و وقتی این 50% تجزیه میشه یعنی اون بازدهی ماست. اینجا رو نگاه بکنیم که جرم جامد باقی مانده رو به ما داده 33.8، پس مقدار گاز
میگیم این x هر چقدر بوده 33 و 8 ازش کم بکنی میشه مقدار گازی که اینجا میتونیم به دست بیاریم. منتها اینجا ضریب ضرب جرمولی که باید بیاد، چون دوتا گاز با هم دیگه هستن، یه 44 اینجا داریم با یه 18 باید با هم جمع بشن. این دو تا رو بخوایم جمع کنیم چقدر میشه حاصلش؟ میشه 62 برای ما. و فکر کنم که دیگه همه چیز مهیاست برای که ما بتونیم به دست بیاریم مجهولمون رو. بسیار خوب، بریم سراغ محاسبه. 2 ضرب در 84، این ضرب در x منهای 33 و 8 میشه. حالا این پرانتز من بردارم که لازم نبود. برابر میشه با 62 ضرب در x ضرب در 84 صدم در 50 صدم. خب ببینیم که چی با چی ساده میشه. اینجا 84 که با 84 این واسه ساده میشه، یه 2 داریم با 62 این که میشه 31. اینجا میخواید این 50 رو با این بزنیم که بشه 2 و دیگه خیلی ما چیزی نداریم برای ساده سازی. بسیار خوب، بریم برای بحث محاسبمون. یه 200 تا داریم که میشه 200 تا میره بالا، پس اینجا میشه 200x منهای یه 200 ضرب در 33 و 8 داریم که حالا لزوم ندارم الان ضربش کنم. حاصل شده چی برای ما؟ 31x. خب من الان 31x رو ببرم این طرف، عدد بره اون بری، الان 31 بیاد این ور بچه میشه 169x و این من شده 200 ضرب در 338 دهم. خب اگر یه دقت کوچیک بکنیم اینجا میبینیم 169 با 338 ساده میشه چقدر؟ 2 تا. یه صفر هم که با این صفر، پس x برای ما که مقدار اولی بود میشه 2 20 تا میشه 40 تا و گزینه 3 رو میتونیم اینجا به عنوان گزینه درست دیگه انتخابش بکنیم. خیلی جا بچه‌ها من دیدم خیلی از حتی آزمون‌هایی که داره گرفته میشه واقعا میان محاسبه میکنن مقادیر جامد رو یکی یکی شما محاسبه با هم جمع میکنن. خب خیلی این کار طولانیه، اما اینجا با استفاده از حرفند حالا چیزی که بهش گفتیم قانون بقای جرم، خیلی راحت تر میتونیم اینجور مسائل رو حل بکنیم که جمع جامد باقی مانده رو از ما میخواد. پس جمع جامد باقی مانده رو از گاز استفاده کنیم برای اینکه راحت تر این مسئله شکل بگیره. سوال 23 رو بررسی کنیم. برای محاسبه دلتاش واکنش زیر داشتن کدام آنتروپی پیوند الزامی نیست؟ خب ما برای اینکه حساب کنیم بذارید ساختار لوئیس رو من رسم بکنم. الان 32H6 داریم، پس اینجا 32H6 خواهیم داشت به اضافه 2 تا Cl2، 2 تا اینجا ClCl داره به ما میده 32H4Cl2، پس یک کربن اینجا داریم H و اینجا ClCl و 2 تا هم HCl. بسیار من دلتاش رو میخوام حساب بکنم. چیکار باید بکنم؟ پیوندها رو بریم. دلتاش اگه بخواد حساب بشه میشه آنتروپی پیوند واکنش دهنده بین فراورده ها. خب 1 2 3 4 5 6 تا من CH دارم، یه دونه CC دارم. بسیار خوب، به اضافه 2 تا ClCl دیگه پیوند دیگه ای که تو واکنش دهنده منهای اینجا 1 2 3 4 تا CH دارم. دیگه چی؟ 2 تا اینجا CCl داریم، یه دونم CC، 2 تا HCl هم که اینجا داریم، 2 تا HCl و اینا بعد چی بشه؟ محاسبه بشه. خب اینجا من منفیه رو اگه موافق باشید ترتیب اثر بدم. یه منفی اینجا داریم، اینجا میشه منفی و منفی دیگه پرانتز من برش میدم. خب نگاه کنید بچه‌ها، اینجا شما اگر بخواید یک ساده سازی انجام بدین 6 تا CH با 4 تا ساده میشه، پس ما 2 تا CH باید داشته باشیم. یه CC اینجا داریم با این منفی CC ساده میشه، پس اینجا داریم میبینیم که اگر CC به ما دادن نمیشد و مقدارش رو نداشتیم هیچ تفاوتی نمیکرد. بنابراین اینجا نیازی به دونستن پیوند بین CC نیست، دیدیم که ما هم ساده شدن. اما ClCl رو میخوایم، CCl رو میخوایم، HCl لازم بدونیم و CH. بنابراین پیوند بین CC رو لازم نیست که ما بدونیم. بنابراین سوال 23
گزینه 2 برای ما گزینه درست خواهد. بریم سراغ سوال بعد. میگه اگر واکنش زی با بازه 80% انجام شود برای تهیه 1.42 گرم گاز کلور چند گرم MnO2 با خلوص 60% نیازه؟ کدوما درگیرن بچه‌ها تو این مسئله؟ MnO2 و Cl2. MnO2 بر حسب گرم هست، پس بنابراین ضریب ذات جرمولی 55 با 32 میشه 87. درسته؟ اینجا میگه چند گرم با خلوص 60% هم که اینجا خواهیم داشت. Cl2 بالا میشه ضریب ذات جرمولی و اینجا میشه 1.42. بازدهی واکنش هم 80%. خیلی خوب، پس یه همه چیز سر جاش معلومه. بریم برای محاسبمون. اینجا داریم x ضرب در 60 صدم در 80 صدم در 71 شده 87 ضرب در 142 صدم. اول تاجیک میتونیم ساده میکنیم و بعد ضرب و تقسیم اون رو انجام میدیم. 71 با 142 ساده میشه 2 تا صفر بالا رو با این 100 بزنن، 100 کلا با این 100 ساده بشه و اینجا میتونیم 87 رو به 3 ساده کنیم. آره میشه 29. اینجا به 3 میشه 2. این 2 میتونه با 8 ساده بشه میشه 4. x برای ما شده 29 هشتم. خب 29 هشتم بیاین تو گزینه‌ها با هم ببینیم که کدوم میتونه باشه دیگه. الان گزینه 1 قطعا نمیتونه باشه 2.175 چون 3 تا 8 میشه 24 تا، از این بالاتر زده. گزینه 3 هم همینجوری رد میشه. گزینه 4 هم 4 خورده‌ای، 4 8 میشه 32 تا. پس مطمئنا این 3 خورده‌ایه و خورده‌ایش هم گزینه 2 بوده. پس میبینید این موضوع رو که خیلی جا اصلا نیاز به این نیستش تقسیم انجام بشه و پیش بریم. هرچند که این نکته رو بد نیست بهتون میگم، اگر ما مجبور باشیم به این که این تقسیم انجام بدیم بچه‌ها چندین راه حل وجود داره. اول اینکه ما وقتی تقسیم 8 می‌خوایم بکنیم، مثلا برای این مثلا به طور خاص این رو تو ذهنتون باشه که خیلی جا تقسیم 4 داریم، تقسیم 40 داریم، تقسیم 20 و اینها داریم که روش‌ها قبلا ما هم صحبت کردیم، ولی یه دوره بخوایم بکنیم الان شما میتونید مثلا بیاید 29 رو 3 بار به 2 تقسیم بکنیم. یعنی 29 اول میشه 14 و 25 صدم، 14 و نیم میشه، بعد تقسیمش میشه 7 و 25 صدم، دوباره تقسیم بشه میشه 3 ممیز 625. پس با 3 بار تقسیم کردن میتونیم به این برسیم. یا اینکه مثلا بیایم اینو عنوان بکنیم که مثلا هست 28 یا با 32 بریم بهتره. الان هست 32 منهای 3 تقسیم بر 8 که میشه 4 منهای 3 هشتم. حالا 3 هشتم هم میشه به راحتی حساب کرد و جواب اینجا آورد. پس ببین میگم راه‌های مختلف وجود داره که اینو دیگه مفصل توی فیلم‌های آلا با هم صحبت کردیم و دیگه تکرار نکنم بهتر. سوال 25 میگه در واکنش CaCN2 H2O CaCO3 NH3 مجموع ذره استویکیومتری مواد پس از موازنه معادله کدام است؟ پس من بنویسم که موازنه کنم. بسیار خوب. خب اینجا چی داریم؟ CaCN2 داریم به اضافه H2O شده برای ما CaCO3 به اضافه NH3. خب بیایید که موازنه رو انجام بدیم. از شلوغ‌ترین من شروع کنم. فرض کنید این شلوغ‌ترین باشه، یک باشه. کلسیم یه دونه داریم پس میشه یه دونه. کربن یه دونه داریم یه دونش هست. نیتروژن اینجا 2 تا داریم پس یک ضریب 2 اینجا خواهیم داشت. فقط ضریب H2O مون دیگه که هم میتونیم با اکسیژن بریم هم هیدروژن، فرقی نداره. بیاید با مثلا اکسیژن بریم. چند تا اینجا داریم؟ 3 تا داریم پس 3 تا هم اینجا قرار خواهد گرفت. یا با هیدروژن 6 تا اینجا 3 تا. پس موازنه رو که انجام دادیم میگه که مجموع ضریب استویکیومتری پس از موازنه 1 با 3 میشه 4، با 1 میشه 5، با 2 7. پس فعلا یا گزینه 3 درست شده یا گزینه 4. خیلی خوب. و میگه اگر 1/10 مول CaCN2 در این واکنش شرکت کنه چند گرم کلسیم کربنات با خلوص 80% میتوان به دست آورد؟ CaCN2 رو پس داریم، کلسیم کربنات هم که داریم. فکر نمی‌کنم که مشکل خاصی داشته باشیم. اینجا واسه مول پس ضریب اینجا 1/10. CaCO3 چون گرم هست، CaCO3 میدونیم که 60 با 40 میشه 100
و اینجا میگه چند گرم با خلوص 80%. قرار شد که ما دست خلوص رو جلوی هر ماده‌ای که به مدل ضرب بکنیم. خب فکر کنم فقط محاسبه‌مون مونده. x ضرب در 80 صدم شده 1/10 در 100. یه صفر با این صفر بره، یه صفر اینم به این ترتیب و میتونیم این 8 رو با 10 ساده کنیم، هر دوش رو به 2 میشه 4، این میشه 5. x برای ما شده 54. 54 گفتم از همین روش قدیم استفاده کنیم که بیایم 50 دوبار به 2 تقسیم کنیم. 50 نصف میشه 25، دوباره نصف میشه چقدر؟ 12.5. بنابراین بین گزینه 3 و 4 گزینه 4 که اینجا میتونه خود نمایی بکنه و ما میتونیم به ما گزینه درست انتخابش بکنیم. سوال 26. برای استخراج آهن از 6.4 تن سنگ معدن Fe2O3 با خلوص 75% به تقریب چند متر مکعب گاز متان در شرایط استیپی جهت تولید کربن مونوکسید لازمه؟ خب بچه‌ها اینجا داریم می‌بینیم که از اون واکنشایی که محصول یک واکنش رفته توی واکنش یک شرکت کرده. من دو تا واکنش رو بنویسم چون باش کار داریم. یه دونه 3H4 داریم که به اضافه H2O شده CO به اضافه 3 تا H2 و چی داریم دیگه؟ Fe2O3 داریم به اضافه 3 تا CO حاصل شده 2 تا Fe به اضافه 3 تا CO2. خب ظاهر امر اینه که ما باید بیایم مقدار CO رو حساب کنیم، هر چقدر بود بزنیم توی واکنش پایینی و این کار بسیار کار طولانی اصلا به درد کنکور نمیخوره. چیکار باید بکنیم پس که بتونیم کار درست انجام بدیم؟ من مقدار متان رو لازم دارم. خب اینجا بچه‌ها CO و CO3 این که اینجا داریم و 3 تا CO که اینجا خواهیم داشت، ما باید کاری بکنیم که محصولی که تولید میشه دوباره بره تو پایینی مصرفشه. خب یه کاری انجام میدم، کاری میکنم که این دو تا واکنش مثل چیزی شبیه قانون حس هست با هم جمع کنم که CO ها حذف بشن. چطوری این اتفاق میتونه بیفته؟ بالا رو من تو 3 اگر ضرب بکنم به راحتی میتونم این رو واسش رقم بزنم و وقتی این دو تا رو با هم جمع کنم دیگه CO با CO چی میشه؟ ساده میشه. لازم نیست همه رو من بنویسم بیاره پایین، فقط اون دو تا که نیاز داریم. الان نگار 3 تا 3H4 و Fe2O3 اینجا مطرح شد، بقیه‌اش واسه کاری دیگه ندارم و این دوتا رو درگیر در مسئله من حساب میکنم. بسیار خب، متان بر حسب چیه؟ بر حسب متر مکعب در شرایط استیپی. پس میشه ضریب ضرب در حجم مولی در شرایط استیپی که 22.4 خواهد بود و اینجا گفته چند متر مکعب. ما میدونیم هر یک متر مکعب 1000 لیتره، اینم که لیتر، پس ضرب در 1000 باید بکنیم که x ما که متر مکعبه به لیتر تبدیل بشه. بریم برای Fe2O3. Fe2O3 بر اساس گرمه یا تونه، بالا میشه ضریب ضرب در جرم مولی و اینجا 6.4 تن، این باید به گرم تبدیل شه. اول ضرب در 1000 میکنم که تبدیل شد الان اینجا به کیلوگرم، 1000 دیگه که به گرم تبدیل بشه. البته 1% خلوص 75% ما اینجا داریم برای Fe2O3 و فکر می‌کنم همه چیز دیگه حله و فقط بعد محاسبه انجام بدیم. خب اینجا x ضرب در 1000 داریم ضرب در 160 حاصل شده 3 ضرب در 224 در 64 در 1075 صدم. اول مطمئنا تا جایی که میتونیم ساده میکنیم و بعد اگر لازم شد ضرب و تقسیممون رو انجام خواهیم داد. خب چی و چی ساده کنیم از دو طرف؟ 1000 که با 1000 ساده میشه. دیگه چی میتونیم؟ مثلا دو تا صفر اینو با 100 پایین بزنیم، یه صفر دیگه با این 10. فکر نمی‌کنم دیگه چیزی مونده باشه. نه، ما حالا بقیه محاسبه رو انجام بدیم. این رو اگر موافقه، چون 16 و 64 با هم ارتباط دارن، من این 16 ضرب در 10 بنویسم 160 رو که با این ساده بشه که حاصل بشه چقدر؟ 4 تا اینجا و این رو هم داشته باشیم. خب الان شده 3 ضرب در 224 ضرب در 4 ضرب در 75. من 4 ضرب در 75 رو میخوام حساب بکنم. گفتم مثلا به ذهنمون نمیرسه که 4 تا 75 میشه 300 تا. الان میتونم اینو نصف کنم، اینو 2 برابر کنم که میشه چقدر؟ 150 که این صفر رو با این صفر میتونم الان ساده کنم.
یا اینو داریم که 2 تا 15 تا اینجا برای ما میشه 30 تا، صفر این و دوباره با این صفر ساده میشه. ببینیم چیا مونده. x برای ما شده یه 3 تا 9 تا ضرب در 224. فکر کنم همین مونده و کافی این ضرب رو انجام بدیم که این ضرب رو انجام دادن بازم لازم نداره، چون قبلا گفتیم 9 4 تا میشه چقدر 36 تا و گزینه 2 و 4 که آخر 6ه. مطمئنا گزینه 4 دیگه نیست دیگه. 9 ضرب 224 که 20 خورده ای نمیشه. پس حاصلی بدون ضرب کردن میشه 2016 و 26 گزینه 2 گزینه درست ما خواهد بود. من بارها تو فیلم ها گفتم بهتون که ما موضوعمون حل کردن سوال نیست، بلکه سریع حل کردنه. ما دیگه از تشریح فاصله گرفتیم و داریم تستی حل می‌کنیم. توی خب به هر حال روش تستی از ما نمیخوان که توضیح بدیم که چطور حل کردیم. مثلا گفتم همین 9 ضرب در 224 این که چطور 2016 رسیدیم. بله توی تشریح ممکنه که باید ضرب بکنیم و به کامل به عدد برسیم، ولی خب تو روش تستی دیگه گفتم این نکات ریز قبلا اشاره شده و امیدوارم که دیگه موقع استفاده از اون نکات باشه. بریم سراغ سوال 27. میگه مطابق واکنش زیر هرگاه 67.2 لیتر گاز CO2 در شرایط استاندارد تشکیل شود، چند گرم آهن سه اکسید با خلوص 64% وارد واکنش شده؟ بازده درصدیمون هم 80%. خب فکر می‌کنم که فقط بعد ما واکنش رو بنویسیم و اون موادی که نیاز داریم. کدوم الان درگیرن بچه‌ها؟ یکی Fe2O3، 2 تا Fe2O3 داریم و دیگه برای ما CO2 که 3 تا CO2 خواهد بود. خیلی خوب. Fe2O3 بر حسب گرمه، ضریب زده جلو باید بیاریم پایین. اینجا Fe 2 تا داریم میشه 2 تا 56 تا، بزنید یه سره برسیم 112 تا، با یه دونم 48 داریم 3 تا O، حاصل میشه 160. پس 2 تا 160 اینجا خواهیم داشت و میگه چند گرم با خلوص 64% و بازده 80%. من اینجا چیکار میکنم؟ وارد میکنم. CO2 لیتر گاز در شرایط استاندارده، پس میشه ضریب ضرب در حجم مولش که 22.4 هست و اینجام که 67.2 رو به ما داده و فقط میمونه بحث محاسبمون. x ضرب در 64 صدم در 80 صدم در 3 تا 224 حاصل شده 2 تا 160 و 672 هم که اینجا خواهیم داشت. اول تا جایی میتونم ساده میکنم و بعد ضرب و تقسیم. قبلا دیدیم این اعداد معروفی ان، 224 و 672 با هم ساده میشن. 3 تا 224 تا میشه 672 تا. یه صفر اینو موافق باشید با این بزنیم. دیگه چی داریم؟ یه صفر این بالا با این صفر میتونیم بزنیم. 64 و 16 هم ساده میشن، میشه 4 تا اینجا و یا میتونیم بگیم که این 4 با این 2 ساده میشه، حاصل میشه 2. خب چون این صدا زیر ایکسن این 2 میتونیم ساده کنیم. الان 2 با 10 میشه حاصلش 5. دوباره 8 رو میتونیم ما به 4 ساده کنیم، مثلا بشه 2 به 4 میشه 25. دوباره این 2 و 10 هم ساده کنیم، حاصل میشه 5. x برای ما شده 25 ضرب در 5 ضرب در 5 یعنی 25 تا 25 تا. 25 تا رو یاد دادم بهتون. 5 تا که میشه 25 تا و اینجا 2 ستام که میشه 6 تا و حاصل میشه 625 که گزینه 2 رو شاهد هستیم برای این عدد و میتونیم گزینه 2 رو انتخاب کنیم. سوال 28 رو با هم مرور میکنیم. اگر 85.5 گرم آلومینیوم سولفات با خلوص 75% در ظرفی سرباز مطابق واکنش آل2SO4 3 مرتبه آل2O3 3 تا SO3 تجزیه شود، در صورتی که بازه واکنش 60% جرم محتویات ظرف واکنش بعد از اتمام آن چند گرم کاهش می‌یابد. این رو ما با هم داشتیم که وقتی میگه چند گرم کاهش می‌یابه منظوری که مقدار گاز چقدره و از این نکته گفتیم میتونیم استفاده بکنیم. پس من بنویسم اینجا کیا درگیر شدن؟ آلومینیوم سولفات درگیر شد به همراه 3 تا SO3. من اگه بفهمم که چقدر SO3 داره تولید میشه، همون مقدار برای دقیقاً مقدار کاهش جرم ها خواهد بود. بسیار خوب. آل2SO4 بر حسب گرمه.
باید حساب کنیم، چاری نداریم. SO4 بچه ها 96 هست. انگار ما 3 تا 96 رو باید من جمع کنیم. اینجام که 54 رو ما برای دوتا آیل خواهیم داشت. خب من 4 تا رو بیاید که به این اضافه کنیم، میشه 0، این میشه 100. پس اینو که داریم 4 تا من از این کم بکنم میشه 92. اینم میشه چی برای ما؟ 100. ببینیم چی شد. 100 با 100 میشه 200. 250 و اینجا با 92 میشه 342. پس این 342 که براش هست اینم 85.5 گرم بوده. خلوص 75%. بازده هم داده بود 60%. اینجا SO3 میخوایم جرم رو حساب کنیم. SO3 ببینید یه 32 با 48 میشه که 80. این که واضحه. و اگر اینو ما بتونیم به دست بیاریم مقدار X رو، دیگه مقدار کاهش جرم ها به دست میاد. خب بریم برای محاسبه. شده 342 ضرب در X مساوی شده 855 دهم در 75 صدم در 60 صدم در 3 ضرب در 80. بسیار خوب. خب تو این موارد انگار ما یه 855 داریم، 75 رو ضرب کنیم تقسیم 340. خب ما گفتیم اینا رو قاعدتا نمی‌ریم هیچ وقت سراغ که ضرب و تقسیم انجام بدیم. اول ما از سیستم زوج 5 خودمون استفاده کنیم. ببین دو تا صفر رو که من با این صد پایین زدم، برای زوج 5 چیکار کردیم؟ مثلا اینو نصف کنم میشه 3، 2 برابر کنم 855 رو. 2 تا 800 تا میشه 1600 تا و اینجا با 2 تا 5 میشه 1700. پس میشه 1710. یه صفر پدید میاد که با این صفر ساده میشه. یا این نصف میشه 4، 2 برابر بشه میشه 150 که صفر با صفر میره. و دوباره داریم این رو که اصلا 4 تا 15 تا حاصل میشه چقدر؟ 60 تا برای ما. و یه صفر اینم پس با این صفر ساده داره میشه. احتمالا ما باید یک همچین چیزی داشته باشیم که بتونیم ساده کنیم. اینجا یه مقداری مشکوکه. الان 342 و 171 گویا بچه با هم ساده میشن. فکر کنم 2 برابرشه. درسته. الان 2 تا 170 میشه 340. بله این کاملا درسته که این 2 میشه. و حالا که 2 شد با چی میتونیم ساده کنیم؟ این 2 هم میتونیم با این 6 ساده کنیم که حاصل برای ما 3 میشه. خب چیامون؟ یه 3 اینجا، یه 3 اینجا، یه 3. 3 به توان 3 برای ما عدد 27 رو به راحتی داد. پس میبینید هیچ جواب تقسیم ساده ای نداشتیم و از اون تبعی که گفتم استفاده کنیم خیلی راحت میتونیم به جواب برسیم. اصلا نیاز به کارهای سخت در مسائل استاندارد واقعا نیست. بریم سراغ سوال بعد. سوال 29. سیلیسیوم کاربید در واکنش SiO2 به اضافه 3 تا C شده SiC به اضافه 2 تا CO تهیه میشه. اگر بازه درصدی واکنش 80% باشد، از واکنش 1.2 کیلوگرم SiO2 چند لیتر گاز CO در شرایط چگالیان 1.6 گرم بر لیتر باشد تولید می شود. بسیار خب. اونه که درگیرن تو مسئله رو بنویسم. چیا بود؟ یکی SiO2. بسیار خوب. که ضریبش 1 و CO هم که اینجا خواهیم داشت. این دوتا الان درگیر شدن. SiO2 بچه بر حسب چون جرمه پس جرم میرم پایین. Si که 28، O2 هم که برای ما میشه 32. بنابراین حاصل 60 رو اینجا خواهیم داشت و اینجا گفته 1.2 کیلوگرم ضرب در 1000 کردم که به گرم تبدیل بشه. گویا بازدهی هم داریم که 80%. پس بازدهی هم اینجا ضرب خواهم کرد. دست خروس نداره. بریم سراغ CO. وقتی چگالی بود گفتم بالا میشه ضریب ضرب در جرم مولیمون که اینجا 12 با 16 میشه 28 و اینجا چگالیمون ضرب در حجممون که چون اینجا گفته چند لیتر دیگه تعبیر واحدی هم نداره. خیلی فقط محاسبه رو باید انجام بدم. من برای محاسبه یه 16 دهم دارم در X ضرب در 60 شده 12 دهم در 1000 در 80 صدم در 2 تا 28. خب بریم سراغ این موضوع که ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. اینجا یک صفر اگه ما فاشیم مثلا با این صفر بزنیم یه 10 این با این 10 ساده میشه. دیگه چیکار میتونم بکنم؟ 2 تا صفر با این 2 تا صفر ساده شه. 6 با 12 میشه 2 تا.
16 و 8 با هم ساده میشه 2 تا، دوباره این 2 با این 2 ساده میشه و دیگه تموم شده، چیزی نمونده. یه 2 ضرب در 28 داریم که میشه 56 ضرب در پس x میشه برای ما 560 لیتر که گزینه 4 میبینیم که گزینه درست تو این سوال بوده. بریم سراغ سوال C. میگه چند مورد از مطالب زیر درست است؟ تمام فلزها در طبیعت بر اثر خوردگی و فرسایش به سنگ معدن تبدیل میشوند. شاید خیلی از فلزها اینجوری باشن، اما خب طلا اینطوری نیست. پس جمله اول که غلط شد. جمله دوم میگه فلزها جزء منابع تجدید ناپذیر محسوب میشن. بله درسته، اگه ما فلز رو استحصال بکنیم و مصرف بکنیم مطمئنا چیزی جایگزینش نمیشه. پس جمله دوم الان درسته. پس یه جمله درست فعلا داریم. جمله سوم بخونم. میگه بازیافت فلزها و از جمله فلز آهن ردپای کم دی اکسید رو کاهش میدهد. همیشه بازیافت این خوبی رو داره که میتونه ردپای کم دی اکسید رو کم بکنه. پس اینم درسته. جمله بعدی میگه آهنگ مصرف و استخراج فلز با آهنگ برگشت فلز به طبیعت به شکل سنگ معدن یکسان نیست. بله، ما سرعتی که برای مصرف داریم خیلی بیشتره و یکسان نیست و این داره کم کم حالا فلزات رو کلا کم میکنه توی منابعمون. پس این جمله هم درست بوده. تا حالا 3 تا درست داشتیم. آخرش هم بررسی کنیم. میگه برای استخراج تمام فلزها از یک ماده واکنش پذیرتر از آن فلز استفاده میشود. ببینید این چون کلمه تمام فلزها رو گفته، خب ما مثل استثنا مثل طلا رو بازم داریم که برای اینکه طلا رو ما استخراج کنیم از یک فلز واکنش پذیر استفاده نمی‌کنیم. برای این جمله آخر جمله غلطیه. 3 تا جمله اینجا بیشتر درست نبود و اینجا گزینه 2 ظاهرا گزینه درسته من که 3 تا جمله رو به ما گوشزد کرده و گفته. سوال 31 رو با هم بررسی می‌کنیم. در برج تقطیر پالش نفت خام چند مورد از خواص زیر برای هیدروکربن‌های به دست آمده از بالای برج کمتر از هیدروکربن‌های به دست آمده از سایر قسمت‌های برج میباشد؟ خب ما می‌دونیم توی یک برج تقطیر هر چقدر به بالا داریم میریم هیدروکربن که دارن خارج میشن سبک‌ترن، تعداد کربن کمتری داره. بنابراین الف میگه فرار بودن مولکول‌ها هر چقدر تعداد کربن کمتر باشه فراریت بیشتره. ما دنبال خواصی هستیم که نسبت به پایین برج کمتر باشه. پس الف که نمیتونه باشه. ب میگه گران روی. خب هر چقدر تعداد کربن بیشتر باشه گران روی هم بیشتر میشه. پس بالای برج که تعداد کربن کمتری داره گران رویش کمتره. پس ب میتونه باشه. پ میگه نقطه جوش. بازم میدونیم هر چقدر تعداد کربن بیشتر باشه نقطه جوش بیشتر. پس نقطه جوش مربوط به بالایی‌ها کمتر خواهد بود. پس پ هم امکانش هست و ت میگه تعداد کربن. بله ما میدونیم هر چقدر به سمت بالا میریم تو برج تعداد کربن کمتر میشه. بنابراین گران روی شد نقطه جوش و تعداد کربن ها و 3 تاش بود که بالای برج نسبت به پایین برج کمتره و گزینه 3 اینجا گزینه درست خواهد بود. بریم سراغ سوال 32. چند مورد از موارد زیر نادرست است؟ بسیار خوب. الف میگه در بین 4 عضو اول خانواده آلکانا هر کدوم که تعداد کربن کمتری داره سخت‌تر به مایع تبدیل میشه. خب ما هر چقدر میدونیم تو چارت‌های اول که خب به صورت معمولا گازی هستن هر چقدر تعداد کربن کمتر باشه نقطه جوششون خب خیلی پایین‌تره و برای اینکه ما به مایع تبدیل کنیم برسونیم به اینکه مایع بشن خب زحمت بیشتری باید بکشیم. بله پس بنابراین الف جمله درستیه. میگه برای سیر شدن 2 مولکول بنزن به 6 مول گاز هیدروژن نیازه. بچه‌ها بنزن 3,6H6 بود. به این شکل بود. ما اگر یک حلقه بنزنی داشته باشیم طبق شکل کتاب ما بنزن رو به این شکل میتونیم بپذیریمش که البته خب شکل درست‌تر رو انشالله تو دانشگاه خواهید خوند که یک حلقه بعد این وسط باشه بهش میگیم حلقه بنزنی. خب ما الان اینجا داریم میبینیم که چند تا ما برامون پیوند دوگانه وجود داره اینجا 3 تا. پس بنابراین ما اگر 2 مول بنزن داشته باشیم هر یه مولش 3 مول هیدروژن میخواد. هر یه دونه هیدروژن میتونه این دوتا رو چیکار بکنه؟ سیر شده داشته باشه. پس ببینید 2 مول 6 مول هیدروژن رو میخواد و جمله درسته. خب پ میگه سوخت هواپیما به طور عمده از آلکن هایی با 10 تا 15 کربن ساخته شده. نه بچه‌ها آلکان های 10 تا 15 کربن. پس این آلکنه باید دقت می‌کردیم که خب اشتباه کرده جمله رو. پس بنابراین فعلا ما یه غلط داریم و اونم پ بوده و ت میگه گران روی، فراریت و قیمت نفت خام سبک
نسبت به سنگین به ترتیب میشه کمتر. خب گران روی که خب درسته کمتره سبک نسبت به سنگین، از لحاظ فراریت بیشتره چون هر چقدر تعداد کربن کمتر باشه فراریت سریعتر انجام میشه و قیمت هم که میدونیم نفت سبک قیمتش بیشتره. پس بنابراین ما تم درست میتونیم بگیریم، یه غلط بیشتر نداشته، اونم پ بود. پس گزینه 4 به عنوان گزینه درست میتونیم اینجا انتخاب بکنیم. بریم سراغ سوال 33. چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد تقطیر جزء به جزء نفت خام درست است؟ الف، در برج تقطیر از بالا به پایین دما در حال کاهش است، به همین دلیل گازهای سبک از قسمت بالای برج خارج میشن. بچه‌ها دقیقاً برعکسه. ما یادمون هست که برج تقطیر اول ما نفت خام دار از پایین برج عبور میدادیم، وارد برج میشد و میدونیم هر چقدر به سمت بالا داریم داره خنک‌تر میشه برج. چرا؟ چون این برج توی هوای آزاد وجود داره و به خاطر همین هر چقدر به بالاتر داریم میریم خب گازهای سبک هم داره اونجا خودش رو نشون میده. و اصلا اگه موافق باشید همین الان بیاد یک بررسی بکنیم که توی این برج چه خروجی‌ای وجود داره. اگه شکل رو نگاه بکنید بچه‌ها، تو قسمت یک سنگین‌ترین معمولا نفت کوره است. از قسمت 2 یه لول بالاتر نفت کوره گازوئیل در میاد بیرون، یه لول بالاتر بریم میشه نفت سفید، 4 ما میشه بنزین و بعد حالا گازهای سبک. پس این ترتیب رو یا نوجایی میخواین یادداشت کنید همینجا الان بنویسیم. پس الف غلط بود. ب، در بخش‌های 1 و 2 به ترتیب نفت کوره و گازوئیل خارج میشن. الان 1 و 2 دیدیم نفت کوره بود، گازوئیل کاملا درسته، مشکلی نداریم. میگه از بخش 3 نفت سفید شامل آلکانی با 10 تا 15 کربن خارج میشه. دقیقاً 10 تا 15 تا هم درسته و نفت سفید هم دقیقاً بخش 3 هست. پس مشکلی ما با پ نخواهیم داشت. بریم سراغ ت. میگه دلیل جداسازی اجزای نفت خام در برج تقطیر تفاوت زیاد نقطه جوش آنها با یکدیگر است. نه، اتفاقا ما از تقطیر جزء به جزء برای این استفاده می‌کنیم که اجزای نفت خام تفاوت زیادی تو نقطه جوش ندارن و اصلا به خاطر همین از این تکنیک داریم استفاده می‌کنیم. اگر بود که خب کار دیگه انجام میدادیم، مثل تقطیرهای دیفرانسیلی رو انجام میدادیم که حالا خیلی من خب سراغ این نکات برم. ولی چیزی که هست اینه که اگر تفاوت زیاد باشه دیگه ما سراغ تقطیر جزء به جزء اصلا نمیریم چون صرفه اقتصادی برامون نخواهد داشت. بنابراین تم غلط شد، ب درست شد و پ. 2 تا جمله درست داریم. پس بنابراین 33 گزینه 2 گزینه درست ما خواهد بود. بریم سراغ سوال 34. در زیر مراحل پالایش نفت خام به صورت نامرتب آمده است. در کدام گزینه این مراحل به ترتیب وقوع از راست به چپ ارائه شده؟ خب بچه‌ها ما مراحل ببینیم. میگه هدایت به برج تقطیر، بعد بی گفته ورود هیدروکربن به سینی‌های برج، گرم شدن نفت خام در محفظه‌های بزرگ، سرد شدن و به مایع تبدیل شدن هیدروکربن‌ها و این هم میگه خروج هیدروکربن سبک از نفت خام و حرکت به سوی بالای برج. ما طبق مواردی که تو کتاب داشتیم ترتیب رو اگه بخوایم داشته باشیم، اول بچه‌ها بعد نفت خام چی بشه؟ گرم بشه. وقتی گرم شد میره تو برج تقطیر و هدایت میشه به برج تقطیر. بعد از اون هیدروکربن سبک شروع میکنن به تبخیر شدن به سمت بالای برج حرکت میکنن. تو مرحله بعد اینا که به سمت بالا رفتن سرد میشن و از حالا رو سینی ها معمولا به صورت مایع در میان خارج میشن و مرحله بعد این که ما به سینی های برج دیگه میتونیم چیکار بکنیم؟ یعنی از سینی ها میتونیم استخراج بکنیم حالا موادی که داریم به دست میاریم. این ترتیبی که الان ما هم داشتیم تو گزینه 1 ببینید میگه آ هدایت به برج تقطیره. نه قبلش باید گرم بشه، یعنی سی مطمئنا جزء مرحله اول ماست. بنابراین وقتی سی جزء مرحله ماست یعنی گزینه 1 گزینه 4 رو رد میکنیم. خب بین گزینه 2 و 3 الان توی 2 گفته بعدش هدایت به برج میشه بعد از اینکه گرم شده. توی گزینه 3 چی گفته؟ گفته وقتی گرم کردیم ورود هیدروکربن به سینی‌های برج. نه اصلا این مرحله آخر ماست بی. بنابراین بین گزینه 2 و 3 فکر میکنم که گزینه 2 رو ما میتونیم به راحت انتخاب کنیم و جزء حالا گزینه‌ای که میتونیم با اطمینان توی پاسخگوییمون حتما علامتش بزنیم. بریم سراغ سوال 35. در کدام گزینه به کاربرد واکنش یا یکی از مواد تولید شده در آن به درستی اشاره نشده است؟ بسیار خوب. میگه 1 واکنش 1 که داره میبینی هست SO2 به اضافه CaO شده CaSO3 بهبود کارایی زغال سنگ رو داره میگه. بله ما
برای حذف SO2 از این استفاده می‌کردیم. پس یک درسته. دومی واکنش دو توی سلول خورشیدی به کار میره، اونجا که می‌خوایم Si رو تولید بکنیم، اینم درسته. سوم میگه واکنش سه بدنه دوچرخه رو داره اینجا عنوان میکنه که یادتون باشه تیتانیوم رو ما می‌خواستیم بکشیم بیرون برای بحث بدنه دوچرخه. سومی هم پس درسته. فقط یه گزینه مونده دیگه 4. میگه واکنش میگه تولید گوگرد. مثلا شما نگاه بکنید اگر ما واکنش 4 رو ببینیم، گوگل که خودش تولید نکرده، SO2 هم هیچ ربطی به تولید گوگرد نداره. پس بنابراین همون 4 که حدس زدیم گزینه درست ما بوده که بعد علامت می‌زدیم و جمله اینا درست ما. سوال 36: از سوختن کامل 25 صدم مول از یک آلکین 13.5 گرم آب به دست می‌آید. جرم مولکول آلکین کدام است؟ خب من اول بیام واکنش یک آلکین رو برسم. آلکین قبلا دیدیم به صورت CnH2n-2 در نظر گرفته میشه که به اضافه O2 میشه N تا CO2 به اضافه N-1 H2. خب اینجا چون اکسیژن اصلا هیچ تأثیری نداره و ما نمیخوایمش، ضریبش لازم نیست محاسبه بشه، ولی فقط من باب این که یادآوری بشه یه N-1 دوم اینجا بود. اصلا نباید اینا رو حفظ بکنیم، بحث حفظ کردن اصلا نیست. میگم با تمرین زیاد میتونیم دقیقاً اینها رو ما به خاطر بسپاریم. خب کدومو درگیر شدن؟ یکی خود این بود که بحث مول بود، NMNH2 هم که بر حسب گرمه. خیلی خب اینجا چون بر حسب موله ضریب میاد پایین، این یکو داریم اینجا 25 صدم، این بر ضریبش که NMNH ضرب در جرم مولی و اینجا هم 13.5 گرم. و بریم برای محاسبه. توی محاسبه این رو داریم که یه NMNH1 در 18 داریم که یه 25 صدم توی ضرب میشه، حاصل میشه 135 دهم. خب ما الان تو کنکور فرض میکنیم هستیم و به ذهنمون نمیرسه که چی با چی الان ساده میشه. مثلا میخوایم به 5 ساده بکنیم، اصلا خیلی اذیت کننده ممکنه بشه واسمون. چندین راه وجود داره. یکی از راهایی که همیشه بهتون گفتم واسه اینکه فقط دوره کنیم دارم میگم، اینه که ما دو طرف رو تو 2 ضرب کنیم که از یک زوج 5 اینجا استفاده بشه. به عدد 270 داریم. ببینید نصف کردم 2 برابر کردم. این 0 با این 0 ساده میشه و حالا راحت‌تر میتونیم بفهمیم که مثلا 18 به 9 ساده میشه 2 تا، 27 به 9 3 تا رو میتونیم براش اینجا متصور بشیم. یا مثلا اینجا 2 تا 4 تا 4 ضرب در 25 میشه 100 که با این ساده میشه. خب NMNH1 برای ما شده 3، پس N 4 خواهد بود. بنابراین ما داریم برای آلکینمون C4H6 4 تا 12 تا که میشه 48 تا، یه 6 تا که داریم میشه 54. بنابراین برای سوال 36 گزینه 3 گزینه درست منه. بریم سراغ سوال 37. اگر در ساختار هیدروژن سیانید به جای اتم هیدروژن گروه اتیل جایگزین شود، بذارید ما جایگزین کنیم. پس یه دونه HCN داریم به این ترتیب، به جای این قرار اتیل بیاد. اتیل پس میشه اینجا 3H3 اینجا 3H2 و CN هم داریم. این که همون 4 تاش پره دیگه کاری بهش نداریم، اینا فقط جفتگیری ناپیوندی داره. ببین حالا چی میخواد از ما؟ میگه چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد آن درست است؟ الف. ترکیب حاصل داره 10 پیوند اشتراکی میشود. 3 4 5 6 7 8 9 10. بله درسته. پس الف که درست شد. ب میگه همه اتم‌های کربن در آن با 4 پیوند به 4 اتم متصلن. خب اینجا داریم میبینیم دیگه فقط به یه دونه اتم متصله و اینجا دومیش به 4 تا نیست، پس به غلطه. پ میگه همه اتم‌ها در آن به آرایش 8 تایی رسیدن. همشون عادتاً باید برسن، ولی هیدروژن نه، هیدروژن 8 تایی نیستن، لایحه‌شون 2 تاست. پس اینجا الان پ هم غلط شد. و ت میگه فرمول مولکولی ترکیب حاصل C3H6N. C3H 1 2 3 4 5 رو داریم. C3H5 میشه. بنابراین فقط فکر کنم یه جمله درست بود، اونم الف بود. پس گزینه 4 گزینه درسته منه. سوال 38 میگه کدام عبارت گزینه درست است؟ میگه در تمام هیدروکربن‌ها حداقل 2 اتم به آرایش 8 تایی نرسیدن. خب در تمام هیدروکربن‌ها یعنی اونایی که از کربن هیدروژن ساخته شدن، مسلماً ما اینجا حداقل تعداد کربنی که میتونیم داشته باشیم
و حداقل تعداد هیدروژن به خصوص کجاست؟ اونجا که ما اتین داریم، اونجا حداقل هیدروژن های ماست. اتین به چه شکله بچه‌ها برای ما؟ C2H2. ما دیگه هیچ ترکیبی نداریم که کمتر از این بخواد هیدروژن داشته باشه توی هیدروکربن ها، قطعا سراغ نخواهیم داشت. بنابراین بله، در تمام هیدروکربن حداقل 2 تا اتم هستن که به آتش نشستن، یعنی همین هیدروژن ها. پس اولی که درست شد. بریم سراغ بعدیا ببینیم، بازم یه بررسی بکنیم. میگه گرافیت و الماس دگر شکل‌های کربن هستن که ساختار و خواص مشابهی دارن. نه خواص مشابهی نداره. مثلا گرافیت میتونه برق رو عبور بده، جریان الکتریکی عبور میده، ولی الماس نمیتونه. خب خیلی متفاوت هم هستن. 2 که غلطه. 3 میگه در آلکان‌های شاخه‌دار همه اتم کربن به 3 یا 4 اتم کربن متصلن. نه، فقط یه دونش هم باشه برای ما کافیه و شاخه‌دار حساب میشه، همشون لازم نیست. پس بنابراین سم غلط میشه. و 4 میگه فرمول ساختاری روبرو مربوط به آلکانی با فرمول مولکولی CH18 هست. ببینید آلکان بودنش که آلکانه، تمامی پیوندهاش یگانه است، فقط تعداد کربن رو باید بشماریم. بذارید من شکلش اینجا رسم کنم براتون. یه همچین شکلی ما خواهیم داشت و 2 تا اینجا متیل داریم. خب اینجا 1 کربن، 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا کربن داره. پس این میشه C9H20 و مطمئناً گزینه 4 پس غلط بوده. پس 38 همون گزینه 1 رو میتونیم به عنوان گزینه درست انتخابش کنیم. سوال 39 نام هیدروکربن زیر به روش آیوپاک کدام است؟ من اینجا بنویسم که چیا رو داریم. یه CH3 داریم که 2 داره با یه CH، بعدش یه CH که یه C2H5 رو براش داریم، CH2 اینجا CH3 و یه دونه CH3 3 مرتبه. خب بچه ما برای اینکه بتونیم این نوع نوشتن هیدروکربن رو یاد بگیریم باید بدونیم که هر پرانتزی که اینجا دارم میبینم شاخه کربن قبلی است و این خیلی واسه ما مهمه. مثلا الان شاخه CH این C2H5 شاخه مربوط به این کربن است، یا این CH3 یعنی این 3 تا به این کربن متصل شدن. حالا اگه مثل این باشه که این پرانتز اولش قبلش که چیزی نیست، چیکار باید بکنیم؟ اگر اولم دیدیم که این پرانتز وجود داره، این مربوط میکنیم به کربن بعدیه. برای من اگه شکل رو درست بخوام بکشم، یک همچین حالتی به وجود میاد که اینجا یه CH3 انگار داریم که به این کربن متصل، این کربن همینه، بهش یه دونه هاش وصله، یه CH3 دیگه. میبینید به این الان یه هیدروژن وصل شده و 2 تا CH3 تونستم به راحتی رسمش کنم. اینجا نکنید این کربن هاش بهش وصله و یه C2H5 یعنی CH2 CH3 بهش متصل شده. دیگه چی داریم؟ یه CH2 که طبق معمول داریم که خیلی اذیت کننده نیست. اینجا بودم CH3 یه CH اینجا دیگه، یه CH3 این زیرش اومده و این کربن که 3 تا CH3 دورشن به این صورت و میتونیم این رو دیگه تبدیل کنیم به این مورد. بنابراین من اگر بخوام بهتر متوجهتون بکنم، این دقیقاً این کربونه، این کربن که همینجاست، این کربن این وسطه و این کربن هم این کربن شده الان واسمون و شاخه‌هاشو دیگه داریم میبینیم و متوجه هستیم. حالا برای نامگذاریش مسلماً من میتونم اینو به اون شاخه اصلی انتخاب بکنم و خب اینجا اگر از چپ به راست من بخوام شماره گذاری کنم میشه 2 و 3 و اینجا 4 و 5 و 5. ولی اگه از راست به چپ باشه میشه 2 و 2 و 3 و اینجا میشه 1 2 3 4 5 و 6. به نظر میاد که از راست به چپ راحت تریم، یعنی اینجا 1 2 3 4 5 6 و 7 رو براش خواهیم داشت. ما شاخه‌ای که داریم 4 تا انگار متیل داریم با یه دونه اتیل، پس اسم میشه 5 اتیل، 2 و 3 و اینجا هم 6 تترا متیل و آخر سر هپتان رو خواهیم داشت که برای 39 ببینیم که آیا داریم همچین گزینه‌ای. بله، گزینه 3 هست که میتونه برای ما این
نامگذاری رو شامل بشه. پس 39 گزینه 3 گزینه درسته. سوال 40: کدام گزینه در مورد سیکلوهگزان درست است؟ بچه سیکلوهگزان چه شکلیه؟ ما سیکلوهگزان رو به این صورت داریم که یک حلقه است که هر کدوم هیدروژن 2 تا بهش وصله، همچین چیزیه دیگه که ما به این میگیم سیکلوهگزان، که من هر دوشو دارم رسم میکنم برای اینکه بتونیم بهتر موضوع رو بفهمیم. هر کدوم از اینا که میدونیم کربنن. بسیار پس میشه 3 6 8 12 فرمولش دیگه. اینم بنویسم که برای سیکلوهگزان حواسمون باشه. بسیار میگه تنها هیدروکربن حلقوی داره 6 کربنه. خب اینجا ما خب با شک باید به این گزینه نگاه بکنیم. ما ببینید دو نوع هیدروکربن، یه هیدروکربن حلقوی داشتیم، یه دونه آروماتیک، کتاب اینا رو جدا کرده. اگر حلقوی منظورش که یه حلقه توش داشته باشیم، خب نه، مثلا بنزن هم هست، نگاه کنید شکلو، بنزن هم 6 تا کربن داره و خب به صورت حلقه خواهد داشت. اما منظور فرق اصلا بین حلقوی و آروماتیک چیه بچه؟ توی پیوند دوگانه هاست که توی حلقوی ما پیوند دوگانه نداریم، اما توی آروماتیک پیوند دوگانه وجود داره. یه مقداری با شک باید به این گزینه نگاه بکنیم، پس نگهش میدارم، احتمال داره درست باشه. میرم سراغ بقیه ببینم آیا اونها میتونن ما درست باشه یا نه. یه فرمول مولکولیان مشابه 2 هگزنه. بله ما میدونیم 2 هگزن کلا چه شکلیه، اصلا کلا هگزن ها و سیکلاکان ها میدونیم اصلا ایزومر هم دیگه هستن و 3 6 8 12 خواهد بود. 2 قطعا پس درسته دیگه، شک روش نداریم. پس گزینه 1 منظورش این بوده که حالا حالت حلقه داشته باشه. بنابراین ما دور الان میتونیم انتخاب کنیم، اما 3 و 4 هم بررسی کنیم. میگه جزء هیدروکربنی آروماتیک حساب بشه. نه، آروماتیک اگه بخواد بشه پیوند دوگانه بعد تو وجود داشته باشه، نیست. و میگه در مولکولان هر اتم کربن با 2 اتم دیگر پیوند اشتراکی داره. خب هر اتم اینجا مثلا کربن با 4 تا الان در ارتباطه و این 1 2 3 4 تا کربن الان پیوند داره، پس بنابراین 4 هم غلط بوده. پس چرا همون گزینه 2 بهترین گزینه که ما میتونیم انتخاب کنیم. پس ببینید ما توی کنکور بعضی موقع اگر شک داریم روی گزینه عیبی نداره، ما میتونیم گزینه دیگه رو بررسی کنیم تا اینکه برسیم به جوابمون و اونه که معمولا شک برانگیزه رو توی کنکور سرسری دارم میگم. تو سوالاتی نمیده که چند عبارت درسته، چون دیگه خیلی کارو سخت میکنه. اما خب کنکورهای آزمایشی متاسفانه این بی‌انصافی‌ها رو معمولا دارن و اینجور سوالات رو تو این موارد قرار میدن. بریم سراغ 41. میگه چند مورد از مطالب زیر درستند؟ بسیار. میگه پروپین دومین عضو خانواده آلکین هاست. باش درسته. پروپین اصلا چی بود؟ پروپین رو رسم بکنیم. ما اینجا اینو بهش میگیم پروپین که اگر هیدروژن رسم کنم اینم 3 تا هیدروژن خواهد داشت. بسیار خوب. میگه نسبت شمار اتم های H به C در آن 75 صدامه. H چند تا داریم؟ 4 تا. کربن 3 تا، اصلا از یک بیشتره. بنابراین جمله اول که شد جمله غلط. میگه در جوشکاری کاربیدی از سوختن گاز اتین دمای لازم برای جوش دادن قطعه فلزی تامین میشود. مشکل نداریم، درسته. این جمله درستی پس خواهد بود. فعلا یه دونه درست. میگه نسبت شمار اتم های هیدروژن به کربن در سیکلوهگزان و پروپن یکسان است. خب ما سیکلوهگزان اگه دقت بکنیم میبینیم سیکلوهگزان همینه، نسبت هیدروژن به کربنش میشه 2. توی پروپن یک آلکنه، میشه C3H6. بازم هیدروژن به کربنش چقدر؟ 2. پس این جمله درستیه. و جمله 4 پس فعلا 2 تا درست. میگه شمار پیوندهای دوگانه در نفتالن 2 برابر شمار پیوندهای دوگانه در بنزن. نفتالن رو بچه‌ها بیاید با هم رسم بکنیم، بعد نیست شکلش رو بدونیم. نفتالن 2 تا حلقه است به این شکل که به هم چسبیدن و ما برای اینکه بتونیم کار رو پیش ببریم معمولا 2 تا شکل واسش متصور میشن. حالا من سعی می‌کنم از همین شکل استفاده کنم. این پس میشه برای ما نفتالن. فرمول بنزن میدونیم چیه دیگه، 3 6 H6 حالا که اینجا رسیدید. نفتالن هم C10H8. نگاه کنید این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میبینید 10 تا کربن داره. هیدروژناش جالبه، من اصلا اینجا هیدروژناشو
براتون رسم بکنم که ببینیم چه شکلیه. اینجا چند تا هیدروژن داریم؟ خب ببینید اینجا چون پیوند دوگانه داره 1 2 3 تا، پس یه هیدروژن بیشتر نمیخواد. اینجا به همین ترتیب یه دونه هیدروژن، یه دونه، اینجا یه دونه هیدروژن لازم داریم. اینجا 4 تاش پره نمیخواد. اینجا به همین ترتیب یه دونه، اینجا یه دونه و یه دونه. شد 1 2 3 4 5 6 7 8 تا هیدروژن داره. پس نفتالن هم فرمولش الان بررسی کردیم، هم دیگه ساختارش رو، و اینو حتما حواستون باشه چون جزء مولکول خیلی مهم واسه ماست. میگه که شمار پیوندهای دوگانه در نفتالن 1 2 3 4 5 تا داریم، با شمار پیوندهای دوگانه در بنزن برابره. 1 2 3 نخیر برابر نیست. پس بنابراین این جمله چهارم جمله غلطی بود. تا حالا 2 تا درست داشتیم. و میگه شمار اتم‌های کمون در نفتالن با شمار اتم‌های هیدروژن در بوتان برابره. خب نفتالن چند تا کربن داره؟ 10 تا. الان بوتان فرمولش چی بود؟ C4H10. بله هیدروژن این با کربن این برابره. جمله درستیه. بنابراین اینجا ما 1 2 3 تا درست داشتیم، پس گزینه 3 اینجا گزینه درست من بود. بریم سراغ سوال 42. میگه چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد بنزن و نفتالن درست میباشد؟ بازم همین دو تا مولکول رو مورد سوال قرار داده. الف میگه فرمول ساختاری نقطه خط نفتالن به صورت زیره. خب نه این شکلی داریم، این اصلا با نفتالن میبینیم فرق داره. نفتالن شکلش به این صورته و فرق داره، پس بنابراین نیست. میگه تفاوت جرم مولی بنزن و نفتالن 50 گرمه. جرم مولی رو قطعا باید از هم کم بکنیم تفاوتش. خب کربن چند تا اختلاف دارن؟ 4 تا. و هیدروژن هم به اندازه 2 تا. 4 تا 12 تا میشه 48 با 2 میشه 50. درسته، اختلافشون همون 50 گرمه. بنابراین ب درست بوده. فعلا یه دونه درست. جیم میگه تعداد جفت الکترون‌های پیوندی در بنزن 9 تا کمتر از نفتالن میباشد. خب بنزن تعداد جفت الکترون‌های پیوندیش رو ببینیم که چند تا هست. ما اگر یه دقتی داشته باشیم و بشماریم اینها رو، میبینم که ما برای بنزن خب هیدروژن داریم، اینجا هم همین ترتیب، اینجا همه اینها هیدروژن برای ما. ببینیم چند تا پیوند ما کوالانسی یا اشتراکی داریم. خب اینجا میشه چقدر؟ یه دونه، 2 تا 3 تا 4 5 اینجا 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا ما اینجا اشتراکی خواهیم داشت. توی نفتالین ببینیم چه خبره. اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 و 24 تا هم برای این داریم. خب الان چی گفته تعداد جفت الکترون پیوندی در بنزن 9 تا کمتر از نفتالینه. دقیقاً درسته. ما الان 24 9 تا از 15 بیشتره. پس جیم جمله درستی شد. و دال میگه بنزن و نفتالین هر دو در ترکیب‌های هیدروکربنی سی نشده و آروماتیک میباشه. دارای ترکیبات سی نشده و آروماتیک. بله جفتشون پیوند دوگانه دارن، پس جمله دال هم درسته. فقط الف غلط شد. درسته؟ آره. پس بنابراین گزینه 2 تو این سوال میتونه گزینه درست برای ما